خالم آلمانه. دایی مامانم تو روستا زندگی میکنه. اونم خیلی پیره، حتی نمیتونه سر پا بایسته. کس دیگه ای نیست؟ عمم هست. خب یه زنگ به عمت بزن. اون خواهر عمو کماله. خیلی خوب باشه، من بهش زنگ میزنم. شماره‌شو داری؟ بذار دفترچه تلفن مامانمو نگاه کنم. باشه. چرا همچین آبروریزی رو انداختی؟ چه غلطی کردی؟ ما کاری نکردیم نریمان خانم. اون عوضی و شما هم دیدین تا تو اتاقتونم اومد. پس یعنی اون آدم نمرده، وگرنه روحش که نیومده تو اتاقتون. مامان ما رو نجات داد نریمان خانم. واقعا ممکنه مامانت همچین کاری کرده باشه؟ مزخرف نگی، نمیکنه. خب یعنی ساغر که مادر نداره همچین کاری بکنه. تو این زندگی کسی رو نداری، مادر پدر نداری، چرا قبول نمی کنی؟ با تو هم هستم. تو همینو قبول کن که کسی رو نداری. دیگه کسی نیست که تو زندگی برات پارتی بازی کنه. لازم نیست دردمون رو به ما یادآوری کنیم. ما خودمون فراموش نمی کنیم. شما با این کارتون فقط هر بار بی وجدانیتون رو بیشتر نشونمون میدین. قصدتون هم همینه. زبونتونم که خیلی درازه. از اینجا میندازمتون بیرون. اون وقت آواره کوچه و خیابون میشی. خب بندازین. با این تهدیدمون میکنین؟ ما درس میخونیم، کار میکنیم، یه جوری به زندگیمون ادامه میدیم. سوگل، من نمیتونم بیام. وقتی مامانم میاد باید اینجا باشم. یه بارم وقتی داریم یه لافی میزنیم ازمون حمایت کن. با لاف میزدی؟ ببخشید. خدا، اگه تو دلتو به اون خانواده خوش کردی سخت در اشتباهی. با 2 دفعه خونشون رفتن و غذا خوردن بچهشون نمیشی. اونام دیدن که تو چه آدمی هستی. از این به بعد تو خیابون ببیننت حتی بهت سلامم نمی کنن. حالا میبینی. یعنی بچه ها مرتکب قتل شدن؟ نه بابا، همچین چیزی ممکن نیست. حتما یه اشتباهی شده. صدا، میدونم چی میخوای بگی. خواهش میکنم. عزیزم قربونت برم. ببین، میدونم که خیلی از سوگل خوشت اومده، ولی نمیشه یه مدتی سرپرستی این دختر رو به عقب بندازیم؟ علی، تا وقتی از اصل ماجرا خبردار نشدیم بیا با عجله تصمیم نگیریم. خوب آبرومونو بردیم. به خاطر شماها منم بدنام شدم. برو بابا، بدنام شده. قوره نخورده مویز شده. من باید تو این موارد حواسم جمع باشه. بعد که ستاره بشم خبرنگارا در مورد گذشتم تحقیق میکنن. بازم ازش خوشم میاد. آره منم. سوگل، خوبی؟ آره خوبم. از حرف نریمان خانم ناراحت شدی؟ چرا باید ناراحت بشم؟ وقتی بابام افتاد زندان منو دادن به یکی از اقوامم. بعدش چی شد؟ چی میخواست بشه؟ از اینکه مجبور بودن ازم نگهداری کنن هر روز سرم منت میذاشتن. اگه یه کاری یا حرکتی میکردم میگفتن به جای اینکه خدا رو شکر کنی این کارا رو میکنی. سوگل حرف نزن. سوگل یه گوشه بشین. سوگل خونه رو تمیز کن وگرنه میفرستیمت پرورشگاه. آخرش گفتم بفرستین. ناراحت شدم. ناراحت نشو. اونا اقوامم بودن. خاله صدایینا چه نسبتی با من دارن؟ هیچی. بعد میگه منو تو خیابون ببینن بهم سلامم نمیکنن. خب نکنن.
خیلی خوب، نگران نباش. دخترتو آزاد کردن، ولی مادر یکیشون قتل و گردن گرفته. اصلاً به هیچ وجه بیشتر از این دخالت نکن. به ما چه؟ هر کس هر کاری میخواد بکنه. دخترت باید سرنوشتش رو بپذیره. ساغر برای یه بسته اومده. برای من؟ از کی؟ نمیدونم دخترم، دم در بود، روش نوشته ساغر. الو مامان. دخترم از موبایلت خوشت اومد؟ آره خیلی دوستش دارم، ممنونم. تو خودت آوردیش؟ آره. کاش می اومدی تو. چرا نیومدی منو ببینی ها؟ بیا تو مرکز خرید انتهای همین خیابون، اونجا منتظرتم. باشه مامان، همین الان میام. باشه. به خدا نمیدونستم که تو هم تیم ماجرا دست داری، وگرنه همچین کاری نمی‌کردم. برای خانواده ما اتفاقی نیفته؟ برای بقیه هر اتفاقی افتاد مهم نیست، مگه نه؟ بله، دقیقاً همینطوره. ببین بابا، تو همیشه به من نمیگفتی که آدم درستی باشم؟ خانواده اولویت داره، اینو فراموش نکنی. ولی خودت گفتی عاشق شدم و مامانمو ترک کردی. سرکان، حد خودتو بدون. اینا با هم فرق دارن. خب منم عاشق ایلولم. شما نمیدونین چه اتفاقی براشون افتاده. مادرش خودشو فدا کرد، گفت من شوهرمو کشتم. توفیق، اینا خانوادگی رسوا هستن. اون آدم نمرده، یه اشتباهی شده. پسرم تو دخالت نکن، هر کی هر کاری میخواد بکنه. بابا حداقل تو این حرفو نزن. سرکان، مثل اینکه تو هنوز وخامت اوضاع رو درک نکردی. این آخرین هشدارمه. از اون دختر فاصله بگیر. اگه یه وقت ببینم به اون دختر نزدیک شدی، زندگیشو سیاه میکنم. فهمیدی؟ از مدرسه میندازمش بیرون. نمیذارم تو مدرسه دیگه ثبت نامش کنن. میدونی که میتونم این کارو بکنم. زندگی اون دختر رو نابود میکنم. اگه دوستش داری ازش فاصله بگیر. عمه بیگم خوش اومدی. داداشمو نابود کردین. نابودش کردین. داداشم کجاست؟ جسدش کو؟ چطور این اتفاق افتاد؟ چرا همچین